ما همین حالا در کوچه هلالی در محله یکچنار شهر دوشنبه در نزدیکی خانه پدر و مادر فیروز خلمرادوف سردار ریاست تفتیشات آژانس ضد کروپسیون تاجیکستان که اخیراً بازداشت شده بود قرار داریم. نزدیکان فیروز خلمرادوف میگویند که اون رقم ها و اون خبرهایی که در رسانه ها به گونه های مختلف چاپ و نشر میشن هیچ اساس ندارند. آنها میگویند که این خبرها مثل اینکه مخصوص در نسبت فرزند آنها به نشر رسیده است تا اینکه اون مجازات شود. آنها به این باور هستند که فرزند آنها یکی از متخصص بهترین در آژانسی بود و به کارهای غیر کسبی دست نمیزد. آنها میگن که پس از بازداشت فیروز خلمرادوف تا هنوز بیشتر از یک ماه می شود او را ندیدند و او را به آنها نشان نمیدهند. از این رو آنها نمیدونند که فیروز خلمرادوف فعلا در چه وضع قرار دارد و تفتیشات او چگونه ادامه دارد. اما آنها تصدیق کردند که فیروز خلمرادوف با وکیل مدافع تأمین است. در مورد چند عیبنامه‌ای که در نسبت فیروز خلمرادوف است، نزدیکان فیروز میگویند که اخیراً مقامات تفتیشاتی در نسبت او با ماده ساختکاری حجت‌ها یک جرم دیگر اعلان کردند و گویا که فیروز خلمرادوف هنگام تشخیص پرونده زید سعیدوف صاحبکار شناخته در زندان تاجیکستان گویا به تقلب راه داده است. از این رو این هم یک پرونده گویا اضافه به پرونده‌های دیگری زید سعیدوف شده است. در مورد پرونده قلابی میگویند که گویا یک زن در نسبت او ادعا یعنی که گویا که 6 کیلو طلا را گویا که فیروز خلمرادوف به او وعده داده است که اگر این 6 کیلو طلا را به اختیار او گذارند و او را از این عیبنامه رها خواهد کرد. همین طور فعلا نزدیکان فیروز خلمرادوف میگویند که آنها هیچ باور ندارند که فرزند او تا این حد و تا به این اندازه به تقلبی و به قلابی دست زده باشد.